сураи Тоҳо дар Макка нозил шуд. 135 оят аст. بسم الله الرحمن الرحیم. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. طه Тоҳо. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. қуръонро бар ту фурӯ нафиристодем то ранҷ кашӣ. إلا تذكرة لمن يخشى. лекин барои касеро панд додан фурӯ фиристодем ки метарсад. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. фурӯ фиристодан аз ҷониби ҳамоне аст ки замину осмонҳои баландро офаридааст. الرحمن على العرش استوى. вай бисёр бахшояндаи мустақар бар арш аст. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ӯрост он чӣ ки дар осмонҳо ва он чӣ дар замин ва он чӣ дар миёни инҳо ва он чӣ зери хоки намнок аст. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ва агар суханро ошкоро кунӣ пас вай сухани пинҳону пинҳонтарро медонад. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. аллоҳ он аст ки ба ҷуз вай ҳеҷ худое нест. номҳои накӯ аз они ӯст. وهل أتاك حديث موسى. ва оё хабари мусо ба ту омадааст. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. چون آتش دید پس به خاندان خود گفت دیرنگ کنید. به درستی که من آتش دیدم امید دارم که از آن آتش شعله پیش شما بیارم یا بر آن آتش راهنمایی بیابم. فلما أتاها نودي يا موسى. پس چون نزد آتش بیامد آواز داده شد ای موسی. أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. به درستی که من پروردگاری تویم پس نعلین خود را از پای بکش همانا تو در وادی پاکی طوا هستی. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. و من تو را برگزیدم پس به سوی آنچی به طریق وحی فرستاده می شود گوش بینه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. به درستی که من خدا هستم غیر من خدای نیست پس مرا عبادت کن و نماز را برای یاد کردن من برپا دار. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. به درستی که قیامت آمدنی است میخواهم که وقت آن را پنهان دارم تا هر کسی به عوض آنچه میکرد پاداش داده شود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. و باید کسی که به آن ایمان ندارد و خواهش نفس خود را پیروی کرده است تو را از باور داشتن آن باز ندارد آنگاه هلاک شوی. وما تلك بيمينك يا موسى. و ای موسی این چیست به دست راست تو؟
قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم و با آن بر گوسفندان خود برگ می ریزانم و در این عصا مرا کارهای دیگر نیز هست. قال القها یا موسی. گفت ای موسی آن را بیفکن. فالقاها فاذا هی حیة تسعى. پس آن را بیفکند و ناگهان ماری شد که می شتافت. قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. گفت این را بگیر و مترس، آن را به شکل نخستینش باز خواهم گردانید. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. و دست خود را به بغل خود به هم آر تا سفیدی به عیب بیرون آید که این نشانه دیگر است. لنريك من آياتنا الكبرى. می خواهیم که بعض نشانه های بزرگ خیش را به تو بنمایانیم. اذهب الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون برو، به درستی که وی از حد گذشته است. قال رب اشرح لي صدری. گفت ای پروردگار من سینه مرا برایم گشاده کن ويسر لي امری. و کار مرا برایم آسان کن. واحلل عقدة من لسانی. و از زبان من گره را بگشای یفقه قولی. تا سخن مرا فهم کنند. واجعل لی وزیرا من اهلی. و از کسان من برایم وزیر مقرر کن. هارون اخی. هارون برادر مرا. اشدد به ازری. و به سبب او توانایی مرا استوار کن. و اشرکه فی امری. و او را در کار من شریک کن. کی نسبحک کثیرا. تا تسبیح تو بسیار گویم و نذکرک کثیرا. و یاد تو بسیار کنیم. انک کنت بنا بصیرا. به درستی که تو به احوال ما بینا هستی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. گفت ای موسی همانا درخواستت به تو داده شد. ولقد مننا عليك مرة أخرى. و به درستی که به تو باری دیگر نعمت فراوان دادم. اذ اوحینا الى امك ما یوحى. چون به سوی مادرت آنچه الهام کردنی بود الهام فرستادم. ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. که این طفل را در صندوق بیافکن، پس صندوق را در دریا بیافکن تا دریا او را به کنار افکند تا دشمن من و دشمن وی او را بگیرد. و از جانب خویش بر تو محبت افکندم و خواستم تا که در حضور من پرورده شوی. اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. چون خواهر تو می رفت پس می گفت آیا شما را به کسی دلالت کنم که این طفل را نگهبانی کند؟ پس تو را به سوی مادرت باز آوردم تا چشم وی روشن شود و اندوهگین نباشد و شخصی را بکشتی پس تو را از اندوه خلاص ساختم و تو را به آزمودن در رنج افکندم. پس سالهای چند در میان اهل مدین دیران کردی. سپس ای موسی به تقدیر الهی به این وادی آمدی واصطنعتك لنفسی و تو را برای خویش خاص ساختم. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. تو و برادرت با نشانه های من بروید و در یاد من سستی مکنید. اذهبا الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون بروید همانا وی از حد گذشته است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. پس با وی سخنی نرم بگوید بود که پند پذیر شود یا بترسد. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. گفتند ای پروردگار ما همانا از آن میترسیم که ما را آزار دهد یا سرکشی کند. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. گفت مترسید همانا من با شمایم میشنوم و میبینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پس پیش وی بروید و بگوید ما فرستادگان پروردگار تو هستیم پس بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را عذاب مکن به درستی که ما پیش تو از جانب پروردگار تو نشانه آوردیم و سلام بر کسی که پیروی راه هدایت کند. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. همانا به سوی ما وحی فرستاده شد که عذاب برای کسی باشد که دروغ شمارد و روی گرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت ای موسی پس پروردگار شما کیست؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفت پروردگار ما آن است که به هر چیز صورتی سزاوار او را داد سپس به او راه نمود. قال فما بال القرون الأولى. گفت پس حال اهل قرنهای نخستین چیست؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. گفت علم آن نزد پروردگار من در کتاب است که پروردگار من غلط نمی کند و فراموش نمی نماید. الذي جعل لكم الأرض مهدا
وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. آن خدای است که زمین را برای شما فرش ساخت و در آنجا برای شما راه روان کرد و از آسمان آب را فرو فرستاد. پس از آن آب نوهای گیاه‌های گوناگون را بیرون آوردیم. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. گفتم بخورید و چهارپایان خود را بچرانید. به درستی که در این همه برای صاحب خردان نشانه های هست. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. از زمین شما را آفریدیم و به زمین شما را باز می‌گردانیم و باری دیگر شما را از آن بیرون آوریم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. و به درستی که به فرعون تمام نشانه های خیش را نمایاندیم، پس دروغ بشمرد و قبول نکرد. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. گفت ای موسی، آیا آمدی تا ما را به جادوی خود از زمینمان بیرون کنی؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. پس همانا ما جادوی مانندی آن پیش تو بیاریم. پس میان ما و میان خود در جای مقبول هر دو طرف وعدگاه معین کن که ما و تو آن را خلاف نکنیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. گفت وعدگاه شما روز آرایش است و آن که مردم وقتی چاشت جمع کرده شوند. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. پس فرعون به خانه بازگشت و صاحبان مکر خود را جمع کرد. سپس بیامد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی به ساحران گفت وای بر حال شما، به خدا دروغ می‌بندید، آنگاه شما را به عذاب هلاک سازد و همانا هر کی دروغ بندد به مطلب نرسد. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا. پس ساحران در میان خیش به کار خود گفتگو کردند و راز گفتن را پنهان داشتند. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. گفتند البته این دو شخص ساحرند، میخواهند که با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کنند و دین شایسته شما را از بین ببرند. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. پس اسباب سحر خود را به هم آورد، سپس صف کشیده بیاید. به درستی که امروز هر کی غالب آید
رستگار شود. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. گفتند ای موسی، یا تو می افکنی یا ما اولین کسی باشیم که بیفکند. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. گفت بلکه شما افکنید. پس ناگهان به سبب سحرشان پیش موسی چنین نمودار شد که رسنها و عصاهایشان می دوند. فأوجس في نفسه خيفة موسى. پس موسی در دل خود ترس را یافت. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. گفتم مترس، به درستی که تو برتر هستی. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. و آنچه را در دست راستت است بیفکن تا چیزی را که ساحران ساختند فرو برد. همانا آنچه ساختند جادوی جادو کننده است و ساحر هر جا که رود رستگار نمی شود. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. پس ساحران به سجده در افکنده شدند. گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازت دهم او را باور داشتید؟ به درستی که وی بزرگ شما است که به شما سحر را آموخته است. همانا من دستها و پایهای شما را از خلاف ببرم و شما را بر تنه‌های درخت خرما بردار کشم و البته خواهد دانست که عذاب کدام یک از ما سخت‌تر و پاینده تر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. گفتند هرگز تو را بر آنچه از دلایل روشن پیش ما آمده است و بر خدایی که ما را آفرید اختیار نکنیم. پس هر حکم میخواهی بکن، جز این نیست که تو در این زندگانی دنیا حکم میکنی. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. به درستی که ما به پروردگار خویش ایمان آوردیم تا گناهان ما را و آنچه تو ما را بر آن مجبور کردی که سحر کنیم برای ما بیامرزد و خدا بهتر و پاینده تر است. إن
من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هر آینه هر کی گناهگار شده پیش پروردگاری خیش بیاید پس دوزخ برای اوست، آنجا نمی میرد و نه زنده می ماند. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. و هر کی مؤمن باشد او بیاید و کارهای شایسته کرده باشد پس برای آنها درجه های بلند است. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بستان‌های همیشه ماندن که از زیر آن جایها می رود در حالی که در آنجا جاویدانند و این پاداشی آن کسی است که پاک شده است. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. همانا به سوی موسی وحی فرستادیم که وقتی شب بندگان مرا ببر پس در دریا برایشان راه خشک بساز چنان که از دریافتن دشمنان نترسی و از غرق شدن اندیشه نکنی. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. پس فرعون با لشکرهای خود از پی آنها برآمد پس آنچه از دریا آنها را پوشانیدنی بود آنها را پوشانید. وأضل فرعون قومه وما هدى. و فرعون قوم خود را گمراه کرد و راه ننمود. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. گفتم ای بنی اسرائیل به درستی که شما را از دشمنان شما نجات دادم و به شما در جانب راست تور وعده دادم و بر شما من و سلوا فرو فرستادم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. گفتم از پاکیزه های آنچه به شما روزی دادم بخورید و در باب آن از حد مگذرید آنگاه خشم من بر شما ثابت شود و هر کس که خشم من بر وی ثابت شود البته هلاک شود. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و به درستی که من کسی را آمرزنده هستم که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس راهی راست یابد. و ما اعجلك عن قومك یا موسی. ای موسی چی چیز تو را از قوم خود غافل مانده به شتاب آورد؟ قال هم اولائی على اثری وعجلت الیک رب لترضى. گفت قوم من آنهایند که در پی من روانند و ای پروردگار من به سوی تو شتافتم تا خوشنود شوی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله گفت
به درستی که ما قوم تو را پس از تو در بلا افکندیم و سامری آنها را گمراه ساخت. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسی خشمگینی اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت ای قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده نیک نداده بود؟ آیا مدت بر شما دراز شد یا خواستید که خشم از پروردگارتان بر شما واجب شود؟ پس وعده مرا خلاف کردید. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. گفتند وعده تو را به اختیار خیش خلاف نکردیم، ولیکن ما را وادار کردند تا از پیرایه قوم بارها برداشتیم، پس آن را افکندیم و همچنین سامری نیز افکند. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. باز برایشان پیکری گوساله که صدای گاوان را داشت بساخت و گفتند این خدای شما و خدای موسی است و موسی فراموش کرده است. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا آنها نمی دیدند که سخنی را به سوی آنها باز نمی گرداند و برایشان هیچ زیان و سود کرده نمی توانند؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. و همانا هارون پیش از این به آنها گفته بود ای قوم من، جز این نیست که به این گوساله مبتلا شده اید و به درستی که پروردگار شما خدای رحمان است، پس مرا پیروی کنید و به حکم من اطاعت نمایید. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. گفتند ما برای پرستش گوساله همیشه قائم خواهیم بود تا وقتی که موسی به سوی ما باز آید. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. موسی آمد و گفت ای هارون، چون آنها را دیدی که گمراه شدند چی چیز تو را باز داشت؟ الا تتبعنی افعصیت امری. از آن که مرا پیروی کنی آیا به حکم من خلاف کردی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. گفت ای پسر مادری من، ریش مرا و موی سر مرا مگیر، به درستی که من از آن ترسیدم که گویی در میان فرزندان یعقوب جدایی افکندی و سخن مرا
نگاه نداشتی؟ قال فما خطبك يا سامري موسی گفت پس ای سامری حال تو چیست؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. گفت من آنچه را دیدم که مردم دیگر آن را ندیده بودند و مشت از نقش پای فرستاده گرفتم، پس آن را افکندم و نفس من این کار را پیش من به همین صفت بیاراست. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. گفت پس برو، به درستی که در زندگانی تو را سزا این است که گویی دست نرساند و همانا تو را وعده دیگری هست که در آن در حق تو خلاف کرده نشود و به سوی معبود خود نگاه کن که بر پرستش آن قائم شده بودی، البته آن را بسوزانم، پس آن را در دریا به یک بار پراکنده سازم. انما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. جز این نیست که معبود شما خدا است، آن که بجز او هیچ خدایی بر حق نیست، از روی دانش همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اینچنین بر تو از اخبار آنچه گذشته است قصه میخوانیم، به درستی که از نزد خویش به تو پند داده‌ایم. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هر کی از آن روی بگرداند پس وی در روز قیامت بار را بردارد. خالدین فیه وساء لهم یوم القیامة حملا. در آن باری عذاب جاویدانند و وی در روز قیامت برای آنها بعد بار کشیدنی است. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. روزی که در سور دمیده شود و ما گناهگاران را آن روز کبود چشم برانگیزیم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. پنهان و آهسته در میان خویش گویند بجز 10 شبانه روز درنگ نکرده اید. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما به حقیقت آنچه میگویند داناتریم، چون در رویش نکوترین آنها بگوید بجز یک روز درنگ نکردید. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. و تو را از کوه‌ها میپرسند، بگو پروردگار من همه آنها را پراکنده کند. فيذرها قاعا صفصفا. پس زمین را چون میدان هموار بگذارد.
لا ترى فيها عوجا ولا امتا که در آن هیچ کجی و هیچ بلندی نبینی. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. آن روز همه از پی آواز کننده می روند که در آن پیروی هیچ کجی نباشد و آوازها برای خدای رحمان پست شوند. پس بجز آواز نرم چیز نمی شنوی. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. آن روز شفاعت نفع ندهد مگر برای کسی که خدا به او اجازت بدهد و او را از روی گفتار بپسندد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله آنچه را می‌داند که پیش روی آدمیان است و آنچه را که پس پشت آنها است و آدمیان الله را به دانش فرا نگیرند. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. و رویهای مردم برای زنده پاینده نیایش کنند. همانا هر کی ستم را برداشته آورد بی بهره و نومید ماند. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. و هر کی کارهای شایسته به جا آورد و او مؤمن باشد پس وی از ستم و نقصان نترسد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. و همچنین کتاب را قرآن عربی فرو فرستادیم و در آن بیمها را گوناگون بیان کردیم تا بود که پرهیزگار شوند یا برای آنها پند را پدید آورد. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. پس بلند قدر است پروردگار پادشاه برحق و به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به سوی تو به انجام رسانیده شود شتاب مکن و بگو ای پروردگار من مرا دانش بیفزای. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. و به درستی که پیش از این به سوی آدم حکم فرستادیم پس فراموش کرد و او را در این گناه با عزم استوار نیافتیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. و یاد کن چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید پس همه سجده کردند مگر ابلیس سر پیچید. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. پس گفتم ای آدم همانا این تو را و زن تو را دشمن است پس باید که شما را از بهشت بیرون نکند که آنگاه رنج کشی. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. به درستی که در بهشت برای تو این هست که در آنجا گرسنه نشوی
و برهنه نباشی. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى و آن که تو آنجا تشنه نباشی و گرمی آفتاب نیابی. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پس شیطان او را به وسوسه انداخت. گفت ای آدم، آیا تو را بر درخت همیشه بودن و بر پادشاهی که کهنه نگردد دلالت کنم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. پس از آن درخت خوردند و شرمگاهشان به آنها نمایان شد و در آن شدند که بر خویش از برگ درختان بهشت می چسبانیدند و آدم به پروردگار خود نافرمانی کرد، پس راه را گم کرد. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سپس پروردگارش او را برگزید، پس بر وی برحمت بازگشت و راه نمود. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى. گفت شما هر دو از بهشت فرود آید، همه با هم اولادی، شما یکدیگر را دشمن باشند و اگر از جانب من هدایت به شما بیاید، پس هر کی هدایت مرا پیروی کند گمراه نشود و رنج نکشد. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. و هر کی از یاد کردن من روگردان شود، پس برای او زندگانی تنگ بود و روز قیامت او را نابینا برانگیزم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. گوید ای پروردگار من، چرا مرا نابینا برانگیختی و همانا من پیش از این بینا بودم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. گوید همچنین نشانه های ما به تو آمد، پس آنها را فراموش کردی و همچنین امروز تو فراموش کرده شوی. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. و همچنین به هر کس که از حد گذرد و به آیت‌های پروردگار خود ایمان نآورد سزا می‌دهیم و همانا عذاب آخرت سخت‌تر و پاینده‌تر است. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا آن چیز به آنها راه ننمایاند که پیش از آنها طبقه های بسیاری مردم را هلاک کردیم که اکنون در منزل های آن هلاک شدگان راه می روند؟ به درستی که در این برای صاحب خیردان نشانه های هست. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
و اگر سخنی که سابقاً از پروردگار تو صادر شد و وقتی معین نمی بود، همانا عذاب لازم می شد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس بر آنچه می گویند صبر کن و به ستایش پروردگار خویش پیش از برآمدن آفتاب و پیش از فرو شدن آن تسبیح گو و بعضی ساعتهای شب و اطراف روز تسبیح گو، بود که خوشنود شوی. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. و به سوی آن چیز دو چشم خود را باز مکشای که گروه های از آنها را به آن از آرایش زندگانی دنیا بهره‌مند ساختیم تا آنها را در آن بیازمایم و روزی پروردگار تو بهتر و پاینده تر است. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. کسانی خود را به نماز بفرما و بر ادای آن شکیبایی کن. از تو روزی دادن را نمی خواهیم، ما به تو روزی می دهیم و عاقبت خیر برای اهل تقوا است. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. و کافران گفتند چرا نشانه از جانب پروردگار خویش پیش ما نمی آرد؟ آیا دلیل روشن از آنچه در کتاب‌های پیشین است به آنها نآمده است؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. و اگر ما آنها را پیش از فرستادن پیغمبر هلاک میکردیم، همانا میگفتند ای پروردگار ما، چرا پیغمبر به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خار شویم و رسوا گردیم آیت‌های تو را پیروی میکردیم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بگو هر یک منتظر است، پس شما نیز منتظر باشد، خواهید دانست اهل راه راست کیستند و کی راه یافته است.